تا حالا به این فکر کردید چقدر زندگی ما در طول تاریخ تغییر کرده؟ ما انسان‌ها همیشه به دنبال راهی برای ساده‌تر کردن زندگیمون بودیم. اما هر بار که یک تغییر بزرگ از راه رسیده، واکنش متفاوت بوده. بیاید یک سفری بریم به جایی که همه چیز از اونجا شروع شد. عصر کشاورزی. عصری که تغییر تقریباً صفر بود. زندگی مردم گره خورده بود به زمین و کار سخت. مبادلات کالا به کالا بود. گندم میدادی، سیب زمینی میگرفت. زندگی بسیار ساده اما طاقت فرسا. یک زمین 20 هکتاری رو تصور کنید که توی اون 20 کشاورز موظفن توی 20 روز این زمین 20 هکتاری رو کامل شخم بزنن. یک روز بین اون همه تلاش و خستگی یه اتفاق عجیب میفته. یکی از اون 20 نفر غیبش میزنه و میره با تراکتور برمیگرده. حالا اون یک نفره کار اون 20 نفر رو توی یک روز انجام میده. اگر تو جای اون 20 نفر بودی چه واکنشی نشون میدادی؟ خوشحال میشدی؟ برو بیرون! دقیقاً اونا با چوب و سنگ دنبال تراکتور میکردند و میگفتند تو اومدی ما رو بیکار کنی، ما رو بدبخت برو از زمینهای ما بیرون. اونا نمیدونستن که تراکتور اومده تا زندگی ما رو بهتر بکنه. اونا فقط تهدید رو میدیدن، تهدید بیکاری، تهدید تغییر. و تراکتور راه رو به عصر صنعت باز کرد، عصری که تغییرات شروع به سرعت گرفتن کرد. حالا فرض کنید شما مثل من یه مهندس مکانیک هستید و در یک کارخونه کار میکنید. 20 نفر مثل شما هر روز وظایف مشخصی دارن، هر روز باید کار سخت کرد، هر روز باید تلاش کرد. یک روز یک ربات پیشرفته وارد کارخونه میشه. این ربات به راحتی کار 20 نفر رو انجام میده، دقیق‌تر و سریع‌تر. اگر جای اون 20 نفر بودید چه می‌کردید؟ آیا کار درستیه که ربات رو خراب کنیم و به رئیس کارخونه بگیم که این ربات داره اشتباه کار میکنه؟ معلومه نه. این دقیقاً رفتار همون کشاورزا توی عصر قبلیه. این ربات هم مثل اون تراکتور اومده تا به ما کمک کنه، تا تولید رو افزایش بده، تا زندگی رو رونق بده. این یعنی یک عصر تغییر کرده. عصر الکترونیک. عصری که همه چیز با سرعت زیاد در حال تغییره. بازی بچه‌ها از خاکبازی و هفت سنگ رسیده به بازی‌های الکترونیکی و گوشی. نامه و تلفن ثابت جای خودشون رو به تماس تصویری و شبکه‌های اجتماعی دادن. علم پزشکی، تشخیص و درمان بیماری‌ها با پیشرفت‌های تکنولوژی متحول شد. آموزش و تحصیل کتابای کاغذی جای خودشون رو به جلسات آنلاین دادن. حالا که این عصر همه چیز تغییر کرده، چطور میتونه توزیع کالا بدون تغییر بمونه؟ در سیستم سنتی توزیع کالا محصول از کارخونه خارج میشد و از دستهای چندین واسطه عبور میکرد. عمده فروش، پخش کننده، خرده فروش، تا در نهایت با کلی هزینه اضافی به دست مشتری اصلی برسه. اما در شیوه مدرن توزیع کالا به وسیله دو تا اهرم قدرتمند، اینترنت و پست، محصول میتونه مستقیم و بدون واسطه به دست مصرف کننده اصلی برسه. تصور کن به جای اینکه گردو رو از آجیل فروشی سر کوچه بخری که از کلی واسطه عبور کرده، یک سیستمی باشه که گردو رو مستقیم از باغدار به دست شما برسونه. هم کیفیتش بالاتره و هم قیمت مناسب تری داره. به این سیستم میگن فروش مستقیم. و اینجا یه شکل جدیدی از کسب و کار و توزیع پا به عرصه گذاشت که کاملا با اصول فروش مستقیم و ابزارهای عصر اطلاعات همگام است. این سیستم به شما این امکان رو میده تا از قدرت ارتباطات و شبکه‌سازی برای ایجاد یک جریان درآمدی جدید استفاده کنید. فرصتی که مثل اون تراکتور و ربات در ابتدا شاید برای بعضیا ناآشنا باشه، اما پتانسیل تحول زندگی شما رو داره. تا حالا به اقتصاد مشارکتی فکر کردی؟ خیلی راجبش شنیدن ولی نمیدونن دقیقاً چیه. تصور کن یه سرمایه‌گذار به جای اینکه پولشو دلار بخره یا سکه بخره یا توی ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری بکنه، میاد و یه کار اساسی میکنه. میاد زیرساخت میسازه. زیرساخت میتونه یه خط تولید باشه، زیرساخت میتونه یه سایت باشه یا یه اپلیکیشن کاربردی میسازه که هزاران نفر میتونن ازش استفاده کنن. حالا وقتی این زیرساخت آماده شد، سرمایه‌گذار به تو میگه تو که زمان اضافه داری تو طول روز، بیا میتونی توی سود این زیرساخت با من شریک بشی و درآمد اضافه داشته باشی. چیزی که این مدل کسب و کار رو فوق‌العاده میکنه اینه که ریسک توی این کار صفره. باور کردنی دلیلش واضحه. تو هیچ سرمایه‌ای نمیذاری، در واقع داری زمان اضافتو میدی و درآمد اضافه کسب می‌کنی بدون هیچ دغدغه دیگه. این همون کاری که شرکت اسنپ داره انجام میده.
میگه من کلی سرمایه گذاری کردم، اپلیکیشن ساختم، همه زیر ساختار رو فراهم کردم. حالا تو اگر داری تنها با ماشینت میری سر کار، من مسافر برات میفرستم تا از همین وقت اضافه درآمد اضافه داشته باشی. جا بابا میگه شاید یه ویلا، یه سویت یا یه اتاق داری که ازش استفاده نمی‌کنی. من زیر ساخت رو فراهم کردم، اپلیکیشن رو ساختم. بیا ثبت نام بکن توی سایت من واسط مشتری میفرستم تا از اون فضای بی استفاده درآمد اضافه داشته باشی. اقتصاد مشارکتی فقط یک روش جدید برای پول درآوردن نیست. این یک نگاه کاملا متفاوته که بتونیم از منابعی که همین حالا داریم چه زمان چه دارایی بهترین استفاده رو بکنیم و درآمد اضافه داشته باشیم.